بادام غذای مغز زنای بد اخلاق بی حوصله، زنایی که بچه بخوان شیر بدن نصف شب بیدار میشه گریه میکنه میخوان مهربان باشن نزن تو سرش خفش رو بگی بخواب، بادام باید بخورن. معلم کودکستان که میخواد جیغ بچه رو تحمل بکنه با حوصله داشته باید بادام بخوره. معلم های ابتدایی باید بادام بخورن. سخنران ها که پشت سر میخوان سخنرانی بکنن و خوب با حوصله کلاس اداره کنن باید بادام بخورن. کلاسدارا، استادها، اونایی که کار دقیق میکنن، فکورها، نویسنده ها، سیاستمدارها که بایستی در یک جمله یک کلمه‌ای بگه که نه عوارض سیاسی داشته باشه، از اون ور خارجی استفاده نکنن، نه بازتاب منفی داخلی داشته باشه، از این ور استفاده نکنن. اگر 4 نفر منتقد سیاسی هم بشه انتقاد کرد از جا در نره. این بادام بخوره. بادام بکارید، بخورید و توصیه کنید.